پرزیدنت دونالد ترامپ میگوید ایالات متحده آمریکا در نظام میان اسرائیل و ایران دخالت ندارد. در حالی که دو دشمن اشدی منطقه حمله ها به قلمرو همدیگر را دوام میدهند، ترامپ از احتمال دور نمیداند که وضع میتواند تغییر یابد. دونالد ترامپ روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون ABC گفت ایالات متحده در نظام میان اسرائیل و ایران دخالت ندارد، ولی از احتمال دور نیست که دخالت کند، اما فعلا دخالت نکرده است. پیش از سفر به ملاقات رهبران 7 کشور صنعتی عالم معروف به نام G7 که امروز در کانادا برپا خواهد شد، پرزیدنت ایالات متحده تاکید کرد که کشورش پشتیبانی از اسرائیل را ادامه می‌دهد، ولی او امیدوار است که سازش پیدا خواهد شد. امیدوار می‌شویم که موافقت حاصل شود. به فکرم حاضر زمان سازش است. ببینیم چی می‌شود. آنها باید اختلافاتشان را حل کنند. با گمانم امکان خوبی برای سازش وجود دارد. پیش بینی می شود که در نشست کانادا رهبران گروه G7 نزاع در خاورمیانه را در مرکز توجه قرار خواهند داد، زیرا حمله های اسرائیل و خطر گسترش نزاع اهل عالم را نگران کرده است. دیروز هنگام ورود به کانادا رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین گفت: من امروز با سروزیر نتانیاهو صحبت تلفنی داشتم. من جانبداری اروپا از نظم و ثبات در خاورمیانه را تاکید کردم. در این زمینه خاطر نشان کردم که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند. ایران سرچشمه اصلی ناآرامی منطقه است. ما دائما به طور روشن گفتیم که ایران نمیتواند صاحب سلاح هسته‌ای شود. ما درباره تشویش ما از برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیکی ایران بارها صدا بلند کرده ایم. هنوز هم حل دیپلماتی مسئله بهترین انتخاب است. اروپا به عهد خود برای حل درازمدت توسط مذاکرات صادق است. با آغاز حمله های هوایی دور نوبتی مذاکرات هسته‌ای واشنگتن و تهران که میبایست روز یکشنبه 15 ایون در عمان دایر میشد لغو گردید. جمهوری اسلامی تاکید کرد که بعدی حمله های اسرائیل ادامه گفت و شنید معنا ندارد. به قول وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی، اسرائیل هدف دارد مذاکرات هسته‌ای ایران آمریکا را به بنبست روبرو کند. مقامدار ایران ادعا می‌کند که حمله های اسرائیل با دستگیری آمریکا راه اندازی شده و ایران از خود دفاع می‌کند. وزیر امور خارجه ایران علاوه کرده است که اگر اسرائیل حمله هایش را متوقف نماید، ایران هم حمله هایش را قطع می‌کند.